به نام خداوند توانا و دانا و سلام و درود محضر شما. فردوس عالمی هستم، مربی کامپیوتر و فناوری، و در این کلیپ آموزشی تصمیم دارم روش انتقال جدا کننده پاورقی از سمت چپ صفحه به سمت راست صفحه را در یک داکومنت ورد برای شما عزیزان آموزش بدهم. روش انتقال جدا کننده پاورقی از سمت چپ صفحه و سمت راست صفحه در برنامه مایکروسافت ورد. عزیزان بسیار گرامی، فرض من بر این است که شما با مفهوم پاورقی و همچنان با شیوه اضافه کردن پاورقی در برنامه مایکروسافت ورد آشنایی کامل دارین. بنابراین من هیچ صحبت راجع به خود پاورقی نمی کنم. ولی وقتی من گفتم جدا کننده پاورقی، شاید این اصطلاح برای برخی های شما عزیزان یک اصطلاح آشنا نباشد. بنابراین بهتر خواهد بود که ما قبل از پرداختن به اصل مسئله با جدا کننده پاورقی یک آشنایی نسبی حاصل کنیم. خب میریم با هم میبینیم که جدا کننده پاورقی چیست و در کجا قرار دارد. برای این منظور برنامه مایکروسافت ورد را باز میکنیم. زمانی که برنامه ورد برای ما باز شد، میریم در صفحه استارت اسکرین بالای بلنک داکومنت کلیک میکنیم تا برای ما یک داکومنت خالی ایجاد شود که بله ایجاد شد. بعد من در این داکومنت جهت متن را رایت تو لیفت میگیرم، بله، و سایز متن را هم یک کمی بزرگ میسازم. بعد نوشته میکنم کامپیوتر. عزیزان گرامی، فرض کنید که داکومنت فعلی ما یک داکومنت فارسی هست راجع به کامپیوتر. من در این داکومنت نوشتم کامپیوتر. بعد میخوام واژه کامپیوتر به زبان انگلیسی هم در این داکومنت وجود داشته باشه، اما در داخل متن نه. اینجا نه، در قسمت پاورقی. اینجا در کجا؟ در قسمت پاورقی. خب برای اضافه کردن کامپیوتر به زبان انگلیسی در قسمت پاورقی، در آخر کامپیوتر کلیک میکنم، برم تب ریفرنسز و در گروپ فوتنوت بالای انزرت فوتنوت کلیک میکنم و اینجا قشنگ نوشته میکنم کامپیوتر. بله، من واژه کامپیوتر را به زبان انگلیسی در پاورقی اضافه کردم. اما از گرامی، پاورقی ما فعلا یک ایراد یا مشکل داره. و اون مشکل این که پاورقی ما خلاف اصول درج شدن. داکومنت ما فارسی است، اما پاورقی به سمت چپ اضافه شده. در داکومنت های فارسی پاورقی باید به سمت راست اضافه شود. خب برای انتقال پاورقی از سمت چپ به راست کار راحتی داره. بالای پاورقی کلیک میکنیم، میریم تب هوم و جهت متن را رایت تو لیفت انتخاب میکنیم. اگر شما دقت بکنین، پاورقی به سمت راست انتقال پیدا کرد، ولی جدا کننده پاورقی به سمت راست انتقال پیدا نکرد. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم با این شیوه جدا کننده پاورقی را از سمت چپ به راست انتقال بدهیم و برای این کار شیوه دیگری وجود داره که حالا میریم با همدیگر اون شیوه رو هم مرور میکنیم. خب برای انتقال جدا کننده پاورقی از سمت چپ به راست میریم تب ویو و ویو یا روش نمایش داکومنت را یا شکل نمایش داکومنت را از پرنت لیاوت به اوتلاین تغییر میدیم. وقتی این کار را کردیم، ویوی اوتلاین برای ما
ظاهر میشه. در ویوی اوتلاین میاییم بالای شماره پاورقی که ممکن است 1 باشد یا 2 باشد یا 10 باشد، دوبار چپ کلیک میکنیم. وقتی دوبار چپ کلیک کردیم یک بخش جدید در قسمت پایانی داکومنت ما ظاهر میشه که منظور من این بخش هست. بله. بعد در این بخش میریم در بخش فوتنوتس بالای این فلش کوچک یا تیره که اینجا وجود داره کلیک میکنیم. وقتی بالای این کلیک میکنیم 4 گزینه برای ما ظاهر میشه. ما اینجا به گزینه اول کاری نداریم، به گزینه سوم هم کاری نداریم، به گزینه چهارم هم. گزینه دوم یعنی فوتنوت سپریتور را انتخاب میکنیم. بله. بعد بریم در تب هوم، باز هم جهت متن را رایت و لفت انتخاب میکنیم تا این سپریتور هم به سمت راست انتقال پیدا کنه. بعد میریم از ویو اوتلاینینگ خارج میشیم. بریم در تب اوتلاینینگ. برای خروج از ویوی اوتلاین شما از این بخش، از بخش فوتنوتس هم باید خارج شوید و اینجا کلیک کنید. بله خارج شدیم. بعد بالای کلوز اوتلاین ویو کلیک کنید. کلوز اوتلاین ویو چی میکنه؟ ما را از ویوی اوتلاین خارج میسازه. بله. حالا بریم یک بار چک میکنیم که آیا ما تانستیم کار انجاماتیم یا خیر. بله. اگر دقت بکنین جدا کننده پاورقی هم موفقانه به سمت راست انتقال پیدا کرده و حالا دیگر پاورقی ما اصلا اشکال نداره. این بود دوستان گرامی کلیپ آموزشی ما. حتما در بخش کومنت نظریات خود را راجع به این کلیپ آموزشی بنویسین و همچنان مشکلات خود را در عرصه کامپیوتر و فناوری در بخش کومنت یا مسیج خصوصی با ما شریک بکنین تا ما بتونیم بعد از دانستن مشکلات کامپیوتری و فناوری شما طی ویدیوهای آموزشی دیگر در قسمت حل مشکلاتتان با شما عزیزان کمک بکنیم. سلامت و بخیر باشه.